برادران عزیزم، موضوع امروز ما ارزش‌گذاری به ارزش‌های ملی و مذمت بیگانه پرستی است. چنانکه که شاعر محمد اقبال میگوید: خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت. و آن ملتی سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. در موضوع امروزه از بعضی کردار و رفتار یادآور میشویم که شریعت آنها را نادرست و حتی حرام دانسته است. یعنی هر عملی که بیانگری ریاکاری و خودنمایی مردم باشد از نظر شریعت اسلامی حرام است و یکی از این عملهای خرافات پرستی و تقلیدکاری می باشد. این مسئله مذکور در یکی از پیام‌های پیشوای معظم ملت مورد توجه خاص قرار گرفته بود. رهبر دولت از ظهورات ننگین بیگانه پرستی، تقلید و تعصب و ظاهر پرستی اظهار نگرانی نموده تاکید داشته بودند که سیاستمداران و سیاستشناسان، فرهنگیان و زیاییان ما را ضرور است که در سمت فهماندهی ماهیت روندهای معاصر، مبارزه با خرافات و ارتجاع پرستی و تقلید بر رسم و آیین‌های بیگانه میان جامعه کارهای ترغیباتی و تشویقاتی را زیاده کنند، تقویت بخشند و رسالت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خود را در نزد خلق و وطن صادقانه اجرا نمایند. برادران عزیزم، وقتی ما خرافات میگوییم، در فهم ما هر چیزی که ضد علم است و علم ضد او است، هر چیزی که دین ضد او است، چیزهایی که بافته و ساختند، چیزهایی که هیچ دلیلی برای آنها نیست، از قول به قول آمده است، نه صحیحیت دارند، بلکه انسان را ناکام و انسان را بدبخت می‌گردانند. برادران عزیزم، پس باید انسان از خرافات دور بایستد و دین هم از خرافات پرستی بیزار است. خرافات این یک بیماری است که انسان را ناکام میکند در زندگیش، در دینش، او را نقصان میاد. یکی را میبینیم که از یک چشم امید دارد که او چشم را میگرداند، یک مهره و یک استخوان و یک نمیدونم هر چیزی مییابد، بالای خانه‌اش آویزان میکند که این مرا از سحر و از جادو برمیگرداند. برعکس، اون خود سبب ناکامی انسان میشه. باید انسان توکل و امیدش به پروردگار جل و علا باشد. از پیشش یک گربه سیاه بگذرد، دیگر روزش سیاه میشود. خود را مذمت میکند که نه بدبختی میآید، نه چی میآید، ناکامی میآید، از پیشم یک گربه، یک پیشک سیاه گذاشت. اینها من فهمیش‌های غلط و نادرستم برادران عزیز. شما میدونید که ریاکاری عملی هست که تمام نیکی‌های انسان را نابود می‌گردد. تمام عمل‌های نیکی مسلمان را ناکام می‌کند و نابود می‌گردد. همه عمل انسان باید به خاطر خداوند جل و علا باشه. نیکیش، نمازش، صدقه‌اش، حجش، همش به خاطر چی باشد؟ به خاطر خداوند جل و علا باشه. امام ما و شما و پدر ما و شما، امام بخاری کتاب صحیحش رو، این صحیح ترین کتاب، با حدیث انما الاعمال بالنیات شروع میکنه. نه هر عملی به نیت وابستگی دارد. باید نیت‌ها رو و عمل‌ها رو صالح و به خاطر خداوند جل و علا باشد. همون انسان اجر و پاداش میگیرد از آمدن به مسجد و نماز جمعه که نیتش یک چیز باشد: اطاعت پروردگار و پیامبر او و پند و اندرز گرفتن و به خداوند نزدیک شدن، از خداوند طلب کردن و استغفار گفتن. همون انسان با نیت پاکی آمد، خداوند جل و علا او را پاداش نماز جماعت، موعظه، خطبه و نماز جمعه را میده. اما اگر انسان نیتش پاک نباشد، نیتش اگر ریا باشد و خودنمایی باشد، مثال حج را بگیرید، باید پیش از همه در هر عبادتی باید نیت پاک باشد. باید انسان خودش رو بپرسد: من برای چی نیکی میکنم؟ برای چی نماز میخونم؟ برای چی زکات میدهم؟ برای چی حج میروم؟ باید خودش رو بپرسد و نیتش رو خالص کند. اگر نیت خالص نباشد، انسان مشقت میکشد، عذاب میکشد، عذاب روحی میبیند و هیچ اجر و پاداشی به او نصیب نمیگردد. از حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم
که سه گروه انسان ها رو در روز قیامت برمیخیزانند. یکی رو میگوین که مجاهد است، از اون میپرسند که تو در دنیا چیکار کردی؟ میگوید من با مال و با جانم از سرزمین مسلمانان، از سرحد حمایت کردم و جهاد کردم، در راه تو شهید شدم. میگه نه، تو به خاطر خداوند نه، بلکه به خاطر شهرت پرستی این کار رو کرد. تو به خاطر که میگن او دلیر است و شجاع است و قهرمان است، به همون خاطر کردی، پس همون اجر و پاداش، همون تعریفاتی که میخواستی از مردم دیدی، دیگه از ما هیچ پاداشی نمیگیری. نیت پیش از همه باید چی باشد؟ پاک باشد، خالصانه باشد به خاطر خداوند جل و علا. اگر خالص باشد و پاک باشد، بعد عبادت انسان را منفعت میبخشد. این عبادت انسان را کامیاب و موفق میگرداند. عبادت انسان را به خداوند نزدیک میگرداند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثشان چنین فرمودند: کسی که برای شهرت طلبی عملی را انجام دهد، خداوند جل و علا او را در روز قیامت رسوا میکند. و کسی که از روی خودنمایی عملی انجام دهد تا مردم بزرگش دانند، خداوند با اظهار نمودن ریاکاریش در برابر مردم در روز قیامت شرمنده اش میکند. در حدیث دیگر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: آیا شما را از اهل دوزخ با خبر سازم؟ یعنی آیا بگویم که اهل دوزخ چی صفت دارند و با چی کردارها داخل دوزخ، داخل آتش جهنم گردیدند؟ فرمود: هر سنگ دیل، خودنما و متکبر. این صفت های اهل دوزخ است برادران عزیز. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند: کسی که به چیزی خودنمایی کند و آن را ندارد، مانند کسی هست که به دروغ لباس اهل زهد و تقوا را میپوشد تا مردم او را از جمله متقیان بدانند. شخصی که خودنمایی میکند در نزد خداوند جل و علا و رسول او و در نزد مردم مذمت شده است. پس باید انسان هر عملش از ریا و از خودنمایی دور باشد. برای مثال بعضی نفران بعد از انجام دادن حج یا عمره ریاکاری و خودنمایی میکنند و خود را از دیگران بزرگتر میپندارند، با عنوان حاجی سوء استفاده میبرند. ما میدونیم، ما در کشورهای عربی بودیم، در یگان جا ما ندیدیم که کسی رو بگویند، یگان بزرگی رو بگویند که حاجی عبدالرحمن یا حاجی دیگر، یا کسی رو شما دیدید که بگم که نمازی بگن یا زکاتی بگن. این اصلا در مردم خودمان مشهور است. یعنی وقتی انسان به حج رفت، وقتی برگشت، پیامبر محبوبمون محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میگه که هر کسی که به حج میرود و هیچ فسق و هیچ بدی و هیچ جنایتی نمیکند، وقتی برگشت به مانند یک طفل بیگناه است. در برابر آن اجر و پاداش و جایگاهی بلندی نزد پروردگار جل و علا. هر حاجی که باید به خاطر خداوند جل و علا به حج به این مناسک می رود، وقتی برگشت باید تقوایش زیاد باشد، باید خاکساریش زیاد باشد، باید نیکی‌هایش باید زیادتر شود. امام حسن بصری رحمت الله علیه وقتی شاگردانش از او پرسیدند که ما چی طور میفهمیم که خداوند جل و علا عبادت بنده ای رو قبول کرده است، این نماز و روزه و حج و نیکی و صدقه و دیگر نیکی ها رو چی طور فهمیم که خداوند جل و علا قبول کرده است؟ چی طور فهمیم که نماز جمعه من قبول شده است؟ حسن بصری میگوید که بعد از هر عمل صالح تغییرات نیکی در او باشد. بعد از مسجد برآمدن از حقارت و غیبت و بدگویی و دیگر بدیها دست کشد. بعد از برآمدن حلیمتر شود، نکوکارتر شود، با تقواتر شود. اگر نماز خواند هیچ اثری در تربیه او نداشته باشد، اگر پس ما درک میکنیم که حسن بصری گفت که عبادتش قبول شدنی نیست، قبول نشد. با رفتار خوب، با تقوا، با پرهیزگاری، با خدا ترسی، با نکوکاری انسان درک میکند، خود حس میکند که نزد پروردگار جل و علا عبادتهایش، دعاهایش استجابت گردیده. اما اگر از مسجد برآمد باز همون حقارت باشد، باز همون غیبت، باز همون بدکاری و باز همون فسق و فجور و باز همون مردم فریبی، یقین کند که خداوند جل و علا عبادتش را قبول نکرده است.